بسم الله الرحمن الرحیم. اشتراک میکنند چیست؟ پیام والله الان پیام مقصد شما چی است؟ ما فکر میکنم پیام این یک کانال های حزبی ها هست. پیام والله اعلم شاید همین را پرسیده باشید. حکم شخصایی که در پیام و این مجلس ها اشتراک میکنند چیست؟ بله، امروز این طاغوت پرستا و این مشرکین قبوری های علمانی کانال پیام دارند و عادتا اشتراک کردن به این کانال و همراه اینها همکاری کردن این حرام است، این گمراهی جهالت است. اما اگر یک طالب علم همکاری به این جماعت ها بکند، البته که سرشوی کارش از بدعت و خرافات و انجامش به کفر و شرک میرسد و کفر شرکش کفر شرک اکبر است، خطرناک است. ببینید، ما میگوییم هر کسی که یک جماعت را ببیند که این جماعت دعوای علمانی میکند و مانند این حزبی ها، گروه های بیچار و غیره که اینها دعواشون علمانی، لیبرالی، سکولاریستی، اینها شریعت دیگر کردن، اینها دینی دیگر ساختن، دینشون دینی فرانسوی، دینی اروپایی است، دین محمد صلی الله علیه و سلم آورده که قرآن و سنت هست، اساسش نه، این چنین نداره. اینها دینشون دینی فرانسوی و کتابشون همون 10 اساس دموکراتی و غیر است. اینها کفار مشرکین هستند. طالب علم دعوای مسلمانی بکند، همکاری به این جماعت بکند، مردم به نشان بدهد که بله گویا که همین جماعت ها و این حزب ها حق هستند، دعوت به سوی همین حزب ها بکند، همین های حق بداند، مسلمان بداند، این کافر است، مشرک است. اگر همچنین طالب علم باشد، ما خیلی وقت است که در این مسئله یک چند سال است که بیان میکنیم که طالب علمانی که با همراهی سکولارها هستند فتوا میدهند، اینها اولین مشرکین هستند، زیرا که اینها علم دارند، اینها دیده و دانسته رفته، اینها آدم عادی نیست. اما بعضی طالب علم ها هستند که میگویند که ما حزبی ها را گمراه میدانیم، دموکراتشون را انکار میکنیم، اما به اینها همکاری میکنیم و به اینها میگوییم که این کارتون کفر است. بله، شما گفتید که این کارشون کفر است، اما شما مشرک را مشرک میگویید یا عذری است؟ اگر شما بگویید که این کارشون کفر است، پس شما شرک اکبر آنها را دیدید، باید اینها را مشرک بگویید. مشرک بگویید، در همون پخش مستقیم در همین کانال پیام بگویید که شما رؤسا و کسایی که دیده و دانسته در همین سکولار رو هستید، الهتون شیطان است، طاغوت حکمتون کنیسوستون انا من سکولار است و غیره، تکفیرشون بکنید. میتوانید؟ نه، زیرا که شما خودتون عذری هستید. انا این قسم طالب علم هایی که با این حزبی ها همکاری میکنن، در کانال های اینها صحبت میکنن، اینها خواه مرد خواه زن اگر بگویند که ما عقیده حزبی ها را قبول نداریم، عقیده سکولاری اینها را قبول نداریم، این عملشون کفر است، بله ما کفر میگوییم، ما بروشون میگیم کفر، پس به اینها بگویید که پس بگو مشرک هستند، پس بگو مشرک هستند، در جماعت خودشون در بین خودشون بگو مشرک است. اینها مشرک نمیگن، زیرا که اینها عذری اند و اینها از نظر عذری با مشرک. پس طالب علم هایی که به حزبی ها همکاری میکند دو نوع طالب علم است. طالب علمی که 100% حزبی ها رو طرف میگیرد، خودش از جمله حزبی ها است، مفتی حزبی است، این مشرک است، شک نیست، این خودش همون اراده و همون بگویم به شرک اراده و فعلی همون سکولاری واقع شده، علمانی شده. اما یک نمود دیگر طالب علم ها هستند که خودشون گویا که اهل سنت میگویند، صدقه اهل سنتشان کذابین، دروغگوها، خیانتکارها، و اینها گویا که عملی حزبی ها را انکار میکنند، گویا که حزبی ها را عملشون کفر میدانند، اما همراه اینها هستند. این طالب علم ها عذری اند، حزبی ها را مشرک نمیگن. اینها نه فقط حزبی، حتی مشرک دیگر مشرک نمیگن. اینها عاذر المشرک مشرکی است، اینها مشرک است. بله ما میدانیم امروز
یک چند نفر از طالب علمان رو میدونیم که یک جای تأسف است. تأسف میخورم که همراه حزبی همکاری میکنند و وقتهای آخر به من یک چند برادرها و خواهرها سوال کردند از یک بانویی که خودش را طالب علم میگفته است و خودش را حتی دعوای اهل سنت میکرده است اما همراه حزبی ها است، چی بکنیم؟ از اون درس بگیریم یا نگیریم؟ ما میگیم نه، درس نگیرید، اینها گمراه هستند، اینها گمراه هستند، احتیاج به اینها، شما احتیاج به اینها ندارید، به نزدیک اینها نروید، اینها دین تغییر دادند. اولا اینها جاهلند، اینها منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده را نفهمیدند، اینها اسلام را به همون منهجی که اهل سنت و جماعت گذاشتن نخوندند، اینها علمای اهل سنت را ندیدند، اینها گمراهند، بیچارگان جاهلند و گمراهند اما خبر ندارند. ثانیاً اینها به خاطر نفس خود به همه کار دست میزنند. همون کسانی که امروز با حزب‌ها همکاری میکرد، اینها به خاطر نفس خود، به خاطر زندگی خود به همه کار دست میزنند. یا اینها یا پول مال، به خاطر ضرورت پول مال این کار میکنند، یا اینها یعنی یک لقمه که از حزبی بیاد زندگی بکنم، یا اینها به خاطر شهرت پیدا کردن به واسطه حزبی ها. من یکی از این نفرانی که به حزبی ها همکاری میکرد گفتم که از الله بترس، تو یک چند سال تعلیم گرفتی، مشقت کشیدی، خودت رو به اونها نسپار، تو بزرگ هستی، بیا دعوت بکن، ما به تو کانال ها رو میدیم. میگد که من بعد از اینکه 1 میلیون شاگرد دارم، یعنی به واسطه حزبی ها 1 میلیون شاگرد پیدا کرده است، امروز من به نزد شما رفته چیکار میکنم؟ شما شاگرد ندارید. اعوذ بالله، تو 2 میلیون، 10 میلیون، 1 میلیون شاگرد بگیر، مشرک باشی، به تو چه فایده است؟ شیطان شاگردای شیطان از شاگرد تو زیاد است. شیطان مگر چندین میلیارد شاگرد نداره؟ مگر شیطان از تو پیش نیست؟ زیاد بودن شاگرد، زیاد بودن هدایت، حق بودن نشان نمیده. تو بیا غریب باش، حق رسون، اما قبول نکرد. الله هدایتش بده. از همین جد ما نصیحت میکنیم که خواه مرد خواه زن، کسی که در جانب حزبی است، از اینها براءت خود اعلام بکنید. اینها یا خودشون علمانی هستند یا که عذری هستند، گمراه هستند، بالاخره در هر دو حالت هم اینها گمراه هستند. بارک الله فیکم.